سلام، من ای هستم. به چنل من خوش اومدید. امروز اومدیم با یه ویدیو گیم و یه گیم پلی از یه گیمی که اسمشو مثل گیم قبلی نمیدونم، ولی خب تو سبک جنایی و ترسناکه و گیم خوبیه، چون من یه کم که بازی کردم اوکی بود. حالا بزنید بریم گیم پلیشو با هم دیگه ببینیم. البته اینو من بگم که اینتروشو، یه بخشی از اینتروشو من دیدم، یعنی رفتم و الان اینجاییم تو این قسمتیم که الان با هم دیگه میریم میبینیم. بزنم این اینتروشه، یالا لازم به گفتن نیست. همونطور که دارید میبینید داستانش اینطوریه که ما توی یه در واقع بیمارستانیم که نمیدونم، فکر کنم حالا زامبیا یا یه همچین ویروسی اینجا پخش شده و این یارو رو میبینید که مرده. مگس دورش رو میبینید چه بالا. بریم ببینیم که چجوریه. من خودم اونقدر بازی نکردم ولی چقدر جنازه اینجاست. این میگه اینجوری کنی میدوه. چه جالب. خب ایول، یه دونه چاقو. در زیاد مهم نیست. واده همون ویروس زامبی و اینا نجی. ببین داره خودش آموزش میده دیگه. به به حاجی، گیم پلی که حرف فره گفتن داره، زیادم داره. حرف فره گفتن داره، واقعا زیادم داره و نمیدونم این چیه. اوکی چی میگه این زبون بسته؟ کلیده. اوکی حالا این چیست؟ حاجی چقدر عجیب غریبه. میگم که من واقعا باشو پسر جان. نشخص کلید میخواد. من دوباره باز کن دیگه. پدر باز کن دیگه. حالا من چیکار باید کنم؟ بزنم کلید بازشون. نشخص میشه فرست اد کیت کامنتی یا چیزی شاید نمیدونم. این کلید خوب دور بیاد. حالا شوفی هستی بازشون میاد. حاجی اینجا نمیدونم اون تو زمان هست. این الان کلیدم مثلا اینجا هست. ببینم سوال میگم من خودشو برو. بله خب الان اینجا چه چیزی هست من بخوام بازش من باشه. این کلید زدم که داش این چی؟ بله برو بازشون. ای بابا چه سم سرطان بخیمیه. بشین. آها مال اینجا بود. حاجی پشمام چه جای خوفیه. این عکس‌های رادیولوژی از یه جای بیماره که الان واقعا دوست ندارم نام ببرم کجاش. چراغی فلانی. او مای گاد. یه اسلحه بده من. what the fuck. ای پدر چی میگی؟ چی میگی؟ تو هم آدم شدی برای من. پیچ به چه؟ پیچ قرار به چه درد من بخورم؟ 2 شمش بهمون داد. ببینیم چیه. ایول گوله. 2 دونه گوشت نه. این چیست؟ داداش این که باز نمیشه. ایسا داداش این هم که قفله. خب باز شد. پشمام میدونستم زودتر این کار میکردم. what the fuck. این چیه؟ این به چه دردی میخورد؟ پشمام. مرسی ولی لیوان واقعا قرار به چه درد من بخورم؟ ایول خیلی واقعا مرسی، ممنونم. این زامبیه رو باید بریم بکشیم یعنی؟ آره
منظورتونه نه؟ اوه 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 اوه. حاجی باشه باش فهمیدم. آها مدکیت اونجا به دردم خورد، فهمیدی شد؟ ایول، فقط این کلیده اگه میدونستم کجا به دردم قرار بخوره خیلی خوب میشد که نمیدونم. اینجا یه آزمایشگاه مخوفو ایول من اصلا نفهمیدم چی شد، فقط الکی میگم ایول. نه گیم جالبیه. تیران کو ایسا داداش، اون که هیچی، اینم که هیچی. حاجی تیران داره تموم میشه یواش بده من، تو رو خدا بهم بده. این بهم بده منظورم اینه که چیزی نیست اینجا دیگه. بریم این تو هم که هیچی. اینجا یه چک کنیم. خب نمیدونستم داشت اونجا میشه چیز کرد که میکردم زودتر. بشین ببینم این چیه what the fuck. مجسمه است. خب به چه دردی میخوره؟ ایسا داداش کردیت میخواد، کارت. صدا زامبیار داشتیم، چه زیبا بود. ایول من تیر دیگه ندارم. اینجا رو یواش بریم ریز بریم بالا ببینیم برنامه چیه. قفله آها همش قفله که، ولی what the fuck. دیگه اینجا من دارم یواش و مرز تخم گذاشتن میرسم. پشمام اینجا هم نمیشه رفت. ایسا داداش حاجی رعد و برق میزنه. بعد من نمیدونم چرا انگار مثلا این چیزای شور کننده که توی کالاف میندازن اسمشو نمیدونم دارم میزنن. نمیدونم چقدر هم زیاده. عمو جان بذار یه جایی ما بریم توش دیگه، اذیتمون میکنه. نه هیچ تأثیری نداشت، فقط گلوله‌مو فنا دادم. الله اکبر. بعد من هرچی میرم فکر کنم توسط حاجی توفیری نمیکنه. همش سه. خب داداش من چیکار کنم؟ نکنه اینجا مثلا یه چیزی توی کیف میفهم ندارم، یه چیزی که به دردم بخواد بخوره ندارم دیگه. نه ندارم. بریم بالا همچنان. آها نه یه چی اتفاقایی نمیفته. همش بابا ولمون کن تو رو قرآن. همش طبقه 3، همش افتریه. بلش کن آقا. اینجا رو من میذارم اگه کسی بلد بود این گیم رو انجام داده، گیم پلیش رو رفته به منم بگه. من اونجا رو خیلی دیگه 100 IQ گذاشتم مثلا. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه، هرچند که خیلی گیج زدیم ولی اوکیه. امیدوارم دوست داشته باشین. دوستتون دارم. خداحافظ.